میخوایم به کسی کمک کنیم ولی نمیدونیم چجوری باید کمکشون بکنیم. خیلی وقتا میشه که همین ندونستن شاید هم خودمون رو توی دردسر بنازیم، همون رابطه‌ای که با کسی که داریم کمکش میکنیم چون که ندونیم چجوری باید کمکشون کنیم و اینکه ممکنه اصلا خود اونا رو توی دردسر با کمکمون بندازیم. خوش اومدید به پارسیان تریدر. من رضا هستم و اینجا در رابطه و هر چی که مربوط به سایکولوژی پشت کار در تریدینگ میشه ما صحبت میکنیم که بلکه بتونیم با کمک هم دیگه کامیونیتی درست بکنیم که بتونیم هممون با هم تریدرهای بهتری باشیم. برادر خانمم تقریبا چند روز پیش بود، اومد پیش ما و گفت که احتیاج به کمک داره و یه جوری خسته شده از لایف استایلش و به خاطر که سیگار زیاد میکشه تازگی و از اون ورم کافی زیاد میخوره، نه شب درست میتونه بخوابه، اصلا کلا سیستم دفاعی بدنش تغییر کرده، دایجستشنش تغییر کرده و اصلا خوشحال نیست، از زندگیش راضی نیست چون بسکتبالیست حرفه‌ای بوده قدیم و گفت که چیکار بکنم. منم خب خانومم آشنا و اینا زیاد داره و یه دکتر رفیق داره که تو کار به اصطلاح چیزای طبی هست، طبیعی، و اصلا اینا به چیزای دعوا و درمون و قرص و اینا اعتقاد ندارم. برای همین اینا رو با هم کانکت کرد. سرش هم رفیقش خیلی شلوغ بود ولی سریع تونست یه اپوینتمنت خیلی زود براش بگیره که این موضوع مال تقریبا 3 روز پیش بود و اینا رو با هم کانکت کرد و گفت که خواهش میکنم کمکش کن و اتفاقا برادر خانمم رفت پیشش و یه چی حدود بهتون بگم 1700 تا $2000 هم فقط ازش چیزای طبی و اینا برای درمون این که هم بتونه سیگار رو ترک کنه، هم بتونه کافی رو بذاره کنار و هم بتونه سیستم دفاعی بدن و دایجستشن همه اینا رو به اصطلاح حالت طبیعی بتونه اینا همه رو خوب بکنه. و یک روزم این کارو کرد که تقریبا من میگم همون 3 روز پیش باشه، همون روزی که از پیشش اومد همه چیزا رو خورد و سیگار نکشید، حالش هم خیلی بد بود، کافی نخورد، اصلا همه اینا رو با هم انجام داد. یه جورایی دیگه سردرد و حالش بد بود و سر کار نتونست بره و اینا. ولی یه دفعه برای 2-3 روز بعد اصلا دیگه پیش ما نیومد و من امروز از خانمم پرسیدم، گفتم کجاست، ازش خبر داری؟ گفت منم نمیخوام اذیتش بکنم چون فکر میکنم نتونست این کارو بکنه و برای همین خجالت میکشه بیاد پیش ما. گفتم نه بابا، خجالت اشکالی نداره. بعد خانمم گفت که یه چیز به اصطلاح یه کوتیشنی، یه شعری توی کتابی خونده و اینو برای من خوند. گفتم اینو حتما برای من بفرست. ازش خواهش کردم که اینو برای من بفرسته که فرستاد، که انگلیسیش هم این میشه: Before you heal someone, ask them if they're willing to give up things that made them sick in the first place. یعنی باید ازشون بپرسین، کسی که اومده ازتون کمک بخواد، حالا یه کمک مالیه یا کمک هر چی احساسیه، هر کمکی که باشه، باید اول ازشون بپرسیم طبق این آیا حاضری چیزایی که باعث شده به این نقطه برسه که به احتیاج به کمک داشته باشی و بذاری کنار یا نه. به مدت تقریبا 6 سال من خودم همیشه احتیاج به کمک داشتم. خانمم منتورم بود، منتور اصلی من بود و همیشه هر وقت پیشش میرفتم کمکی میخواستم، سرم به سنگ میخورد یا به هر حال بیشتر تو کار این تریدینگ بود. اگر که به بنبستی همینجور میخوردم دائم وای میستاد و یه جورایی بهم میگفت ببین اون کاریو که باید بکنی و نمی کنی و اون کاریو که نباید بکنی و توی این سالها داری انجام میدی. تا اینکه بالاخره تسلیم شدم و از وقتی که تسلیم شدم، با اینکه اولش خیلی سخت بود به خاطر اینکه ذهن من یه جوری وایر شده بود که توی این تمام عمرم من یه کاری رو برای یه جور انجام میدادم، حالا میخواستم ضدش برم و دقیقاً برعکسش انجام بدم. نتیجه کارا برام مشکل نبود، فهمیدنش، انجام دادن کاری که ضد اون چیزی که روی ذهن من حک شده برای من سخت بود. باور کردنش برای من مشکل بود. برای سالها من احتیاج به کمک داشتم و کمک کردن به من، اولین سوالی که من باید از خودم میپرسم این بود که آیا منی که استاپ لاس توی این سالها نذاشتم و میدونمم که تمام دردسرای من، تمام حساب صفر شدن من تو کار تریدینگ به خاطر استاپ لاس نداشتن، به خاطر مانی منیجمنت نداشتن و ریسک منیجمنت نداشتن، آیا میخوام اینا رو بذارم کنار
و بیام کارو درست انجام بدم یا نه. آره، برای یک روز این کارو میکردم. ویکند که میشد قشنگ میشستم حساب کتابامو میکردم، برنامه‌ریزی میکردم و میگفتم دیگه تموم شد، فردا که دوشنبه داره کار شروع میشه میبینیم، من بهت نشون میدم که آدم تفاوت کردم و از اونورم خیلی قشنگ میتونم طبق برنامه‌ام برم جلو و نشون بدم که زندگیم داره عوض میشه. حالا توی اون موقعیت اوائل فقط زندگیمو میخواستم از لحاظ مالی عوض بکنم، ولی بعدش این دیگه یه چالنجی شد برای من که فقط میخواستم اون آدمه بشم، دیگه بحث فقط مالیش هم نبود. ولی برای این سالها روز دوشنبه میرفتم وارد ترید میشدم، همه چی میزدم خراب میکردم. ترید اول نه، ترید دوم فراموش شد، تا آخر هفته دوباره حسابا یا صفر میشد یا بالاخره همینجور درگیر و منفی و دراداون و فول مارجن و تلافی بکنه. خلاصه از این چیزایی که توی این تقریبا 6 ماه زیاد باهاتون صحبت کردم. خودم نمیخواستم اون چیزایی که باعث میشه من نتونم توی کارم موفق باشم و بذارم کنار. یه تفاوتی داشت، برای سالها نمیدونستم چیه، ولی بعدش هم که فهمیدم چیه، یعنی به یه لولی رسیدم بعد از تقریبا 30 تا 40 تا 50 تا کتاب خوندن، تونستم متوجه بشم که بابا جون من ایراد دارم. اگر که تمام این کتابا میگن باید این کار انجام بدی و من دارم ضدش انجام میدم، پس برای همینه که من نمیتونم موفق بشم. و وقتی که فهمیدم چه کارایی دارم اشتباه میکنم و باز هم قدرت اینه نداشتم که بذارمش کنار، گیواب کنم، که بتونم به راه راست هدایت بشم، اونجا بیشتر اذیتم میکرد تا اینکه تسلیم شدم. این دقیقا مثل همه میمونه که ما میدونیم سیگار کشیدن برامون ضرر داره و میدونیم وقتی که میگیم کمک میخوایم، وقتی که میشینیم تو خلوت خودمون میگیم خسته شدم از این زندگی و من باید این سیگار کشیدن رو بذارم کنار، چون هم برای خودم ضرر داره، هم برای جیبم ضرر داره و هم برای دور و بریام، و باز هم نمیتونیم بذاریمش کنار. اینجاست که هیچ کس نمیتونه ما رو کمک بکنه. دقیقا مثل این میمونه که ما به هر حال میدونیم چه غذاهایی رو هر روز داریم میخوریم که برامون ضرر داره. یه موقع است نمیدونیم. من یادم چند سال پیش، مثلا شاید بهتون میگم 15-16 سال پیش، اوایل که تو کار رستوران اومده بودم، خب لایسنس شفم رو گرفته بودم، کالینری آرتس رفته بودم، رد سیلم رو گرفته بودم. اون موقع بود بعد از چندین سال مادرم دیدم و خب به هر حال موقع اینا اعتقاد نداشتن که مرد آشپز باشه و آشپزی بکنه اینا. خلاصه همه خانمای خانواده رو صدا کرده و اومدن همه مهمونی خونه ما. منم یه شام خیلی مشتی غذای فرانسوی براشون درست کردم و از اونجا دیگه واقعا به من اطمینان پیدا کرد. نه بابا این اصلا یه لول دیگه است. جزو حالا مردایی که میشناسه میدیدم چون مهمون زیاد میومد و میرفت خونمون، یه تقریبا قوطی 4 لیتری روغن برای 1 ماه مصرف میکرد، چون چند ماه پیشش موندم و من همینجور مونده بودم. میگفتم مامان چرا اینقدر روغن مصرف میکنی؟ میگفت چرا نکنم، مگه میشه بدون روغن؟ یه سری غذاها رو مثلا ماهی و همه اینا رو بدون روغن توی فر شروع کردم براش درست کردم. فرش مثلا اگه 10 سال داشت تا حالا یک بارم استفاده نکردم. قشنگ ماهی رو بدون روغن توی فر براش درست میکردم، خیلی هم خوشش میاد. مثلا مونده بود، میگم من نمیدونستم میشه مثلا ماهی بدون روغن درست کرد، چون فقط باید ماهی تو 2 لیتر 3 لیتر روغن سرخ بشه. رو همین حساب وقتی که اون 4 لیتری رو براش تبدیل به یه دونه قوطی 1 لیتری کردم که توی 1 ماه به جای 4 لیتر 1 لیتر مصرف کنه و دید نه مزه غذاهاش فرقی کرد و نه به اصطلاح مشکلی توی غذاها پیش اومد. 1-2 تا روش هم جدید بهش یاد دادم، شروع کرد اونا انجام دادن. یه موقع است ما نمیدونیم و از روی ندونستن واقعا داریم میریم جلو، ولی یه موقع است میدونیم. برای همین کسی که میدونه واقعا غذاهایی نباید بخوره چون برای بدنش، برای روحش، برای فکرش ضرر داره، ولی این کارو میکنه، این شخص نمیتونیم کمک کنیم، به خاطر اینکه طرف باید خودش اول بخواد که گیواب بکنه اینا رو. بعدا ما میتونیم کمکشون کنیم، بعدا ما میتونیم هولشون بدیم. توی کار تریدینگ هم همینه. من 140 تا ویدیو درست کردم. اگر شما هنوز بعد از نگاه کردن این 140 تا ویدیو تو کار سایکولوژی
هنوز توی کار در تریدینگ ایراد دارین و مشکل دارین، شما خودتون باید ببینین مشکلتون کجا هست و خودتون باید تصمیم بگیرین که آیا میخواین اونو گیواب کنین برین لول بعدی یا نه. وگرنه این 140 تا ویدیو بشه 1400 تا ویدیو، اگر نتونه روی شما تأثیری داشته باشه هیچ فایده‌ای نداره تا وقتی که شما خودتون تصمیم بگیرین و بگین دیگه تمومه، من این کارو بالاخره تونستم بفهمم چی داره اذیتم میکنه، چی داره جلوگیری میکنه از پیشرفت من توی زندگی، این کار دیگه نمیخوام انجام بدم. تا اون موقع هیچ کس نمیتونه کمکتون کنه. تو کامنت ها درخواست کرده بودین که برنامه کاریمو براتون بذارم. این کارو کردم، قشنگ درش آوردم. فردا چون که امروز روز دوشنبه مارکت تعطیل بوده، هم مارکت انگلیس تعطیل بوده و هم آمریکا، به خاطر اینکه هالیدی بوده، برای همین هیچ اکشنی توی مارکت نبود و منم روزایی که تعطیل باشه مخصوصا مارکت آمریکا من اصلا ترید نمی کنم به خاطر که همش کانسالیدیشن هست. ولی دوباره از فردا صبح که نیویورک اوپن ساعت 9:30 صبح شروع میشه، دوباره مارکت شروع به کار میکنه. این هفته کلا هیچ اکشن خاصی، هیچ خبر بزرگی توی مارکت انجام نمیشه و برای همین شاید هم خیلی بهتر باشه ترید کردن توش، بتونیم بیشتر پردیکتش بکنیم، قشنگ بتونیم محاسباتمون رو انجام بدیم. من سعی میکنم یه چالش جدید درست بکنم، چون که توی این چالش ها هست که میتونیم به همدیگه نشون بدیم که با داشتن چه به اصطلاح اکسپکتیشنی، چه انتظاراتی از کار در تریدینگ به چه درآمد یا ضرری میتونیم دسترسی پیدا بکنیم و ما فقط کارمون اینجا هست که سعی کنیم به نقطه‌ای برسیم که تا آخر هفته، تا آخر ماه و تا آخر سال بتونیم سودآور باشیم، چون که یک سرمایه‌ای داریم میذاریم، یک زمانی داریم میذاریم که اینا ارزشمند هستن برای ما. سرمایه‌مون از سر راه نیاوردیم، زمان و وقتمون از سر راه نیاوردیم، دیگه این زمانا برمیگرده. پس اینجا نیستیم که وقت تلف بکنیم. سعی میکنم یک چالش جدید که دوباره از فردا شروع بکنیم، هم برنامه‌مون نشونتون میدم و طبق اون برنامه هم میرم جلو و شما ببینید که کار خاصی من توش نمیکنم. فقط تونستم که با خودم یه جورایی کلنجا برم که به خودم بقبولم که فقط این برنامه هست که میتونه برای من کار کنه، نه چیزای دیگه ای که من توی این چند سال بهش باور داشتم و واقعا هم همین هست. تمام اون باورها رو سعی کردم به طور کامل بذارم کنار و بیام خودم رو تسلیم یک برنامه بکنم. البته برنامه‌های مختلفی برای خودم درست کرده بودم تا تونستم به این برنامه برسم که داره این چند وقت برای من کار میکنه. حتما اینم فردا بهتون نشون میدم و اون چالش جدیدم شروع میکنیم از فردا تا بلکه بتونیم دقیقاً به همدیگه کمک بکنیم. با صحبت‌های شما، با تمام کامنت‌های خوبی که شما می‌ذارین، دارین به منم کمک میکنین که منم حتی بتونم نه فقط تو کار تریدینگ، تو خیلی از مراحل دیگه هم توی زندگی بهتر باشم. پس امیدوارم که این ویدیوها بتونه به شما همون اندازه انرژی رو بده، به شما همون اندازه امید بده که واقعا امکانش هست. خوشحالم که تا اینجا ویدیو با من بودین. اگه که دوست داشتین لطفاً دکمه لایک رو فشار بدین و اگر هم سابسکرایب نیستین سابسکرایب کنین. ما 6 ماه پیش این کانال رو شروع کردیم و تقریبا دیگه نزدیک 1000 سابسکرایبر هستیم که بتونیم مانتایز بشیم و با کمک شما هر چه زودتر به اون نقطه برسیم، هم میتونیم لایو ترید بذاریم، همین که بلکه شاید یوتیوب هم یه خورده ما رو ریکگنایز بکنه که این پیغام ما رو بتونه به کسای بیشتری برسونه.